مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک حادثه قلابی به مبلغ بزرگ در بازار خرید و فروش منزل‌های استقامتی خبر داد. بنا به این منبع به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویه فردوسی با عریضه مرد 30 ساله ساکن نویه واسه مراجعت نموده است که ماه یولی سال 2019 مرد 44 ساله ساکن شهر ایساربور و فریب به باوریش در اومده از او 262,000 سومونی گرفته وعده داده است که از بنای نفت ساختمان محله زرفشان سر دوشنبه خانه دوجرگی گرفته می‌آید، اما وعده‌اش را تا حال اجرا نکرده است. وزارت کارهای داخلی گفت از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. وقت‌های آخر در شهرهای تاجیکستان برابر با افزایش گرفتن ساختمان‌های بناهای استقامتی، موردهای فریب دادن شهروندان با وعده گرفته دادن خانه در بناهای نوبنیاد استقامتی نیز خیلی زیاد شده است. وزارت کارهای داخلی تقریباً هر هفته درباره بازداشت چندین نفر برای چنین قلابی خبر می‌دهد.